بهار نازنین مهمان کشور کهن بنیاد تاجیکان است. آمد این فصل زیبا را در این دیار خرد و برنا انتظار بودند، زیرا قدم مبارک این فصل فیض و برکت خاصه دارد. با این خاطر از دوران کهن تا امروز مردم تاجیک این سنه را با شادی و سرور و خوشحالی پیشواز میگیرند. در گوشه و کنار کشورمان سنت های نوروزی هستند که خاص این جشن بزرگند. این نوبت ما از سنت های نوروزی در ناحیه ظفرآباد میگوییم. اگر گوییم که ظفرآباد یکی از ناحیه های جوان تاجیکستان است، خطا نمی کنیم، زیرا نزدیک به 70 سال است که این ناحیه رسما شناخته شده است. ناحیه ظفرآباد در ولایت سوخت یکی از ناحیه‌های میباشد که اینجا خلقیت‌های زیاد زندگی میکنند. یعنی اینجا هم ازبکان، هم تاجیکان، روس‌ها، ترکمن‌ها و دیگر خلقیت‌ها عمر بسر میبرند. همزمان باید بگویم که بیش از 40 سال می شود که از منطقه های کوهستان تاجیکستان عزیز مردم به اینجا مهاجر شده آمدند و انمون عرف و عادت هایی که در کوهستان کشور آنها رشد می دادند، این عرف و عادت بابای خیش را به این منطقه آوردند و با این عرف و عادت آنها زندگی می کنند. در این بخش برنامه می خواهیم به یکی از محل های این محل سفر بکنیم و بابت سنت های ملی مردم اینجا بوده قصه نماییم. مچاهی های ظفرآباد در این ناحیه با شکل خاص زندگی می کنند، زیرا فرهنگ و عرف و عادت خود را آوردند. در این هنگامی که مقیمی این جایان توانستند تا فرهنگ زندگی گذشتگان خیش را به فرزندان و نبیرگان آموخته باشند. بانوان مچاهی با نانها و خوراک های ملی شناخته شدند و مشغولات های گلدوزی و زردوزیشان با شکل و رسم و رنگ ها از دیگر منطقه های کشور فرق می کنند. قدیم الایام مادر کلان ما همین ها رو می دوختن، بعد برای عروس ها بولیشت می کردیم، در تخمون بولیشت می کنیم، بعد زردیوال می دوختیم، در گردی خانه ها می زدن زردیوال ها را. انا حالا هم با ما همون انانه ها رو دوام داده استادیم. کاره مادر کلان ما همش آموختیم. مادر کلان ما هم خیلی گلدوزی ها میکردن، از هوی آموختیم ما همین ها رو. حالا هم ما برای دخترم انا از همین بالشت ها 10 دانه دختر تیار کردیم برای عروس ها میدوزیم، بعد دختر ها اومده گرفته برده بعد استفاده میبرن. باز نمودهایی که دیگر خیلی بود و یا انی وای میدوختیم. من خیلی چادر میکردیم از قروق، برای کلین چادر میکنیم، پیش از کلین آمدنش در خانه میزنیم، بعد شه عروس را به تگ چادر میدراریم. بعد برای دامادا میانبند میدوزیم، برای خصوصا برای داماد میانبند میدوزیم. بعد که داماد میبرد وای را گرفته در میان داماد میبندیم روز نکاح. حالا هم همین انانه دوام داده استاده است. ما دخترها رو میآموزیم از خردی برای همین گلدوزی و چکندوزی. جامه میکنیم با برای داماد، با دست خدا ما میدوزیم جامه را. با برای عروسامو من خیلی جامه‌ای که من حاضر در تنم هسته که انا مینا را میبره میدوزیم. حالا هم عروسا همین میپوشد. حالا هم ما این انانه ها رو دوام داده استادیم. برای عروس میکنیم در ترک شال میکنیم، بعد دو زنک اومده جامه رو با آستینچه میکنه. من خیلی را برای عروس میپوشیم، من خیلیش میکنیم، بعد در روش و خیلی چیزی کلون میپرتایم.
بعد عروس میگیریم برف همه چیزش نقش توزی. همین خیلی چیزا رو من یک 10 تا شاگردم بود، شاگردا رو یاد دادم میخیل. اینا رو ما حشر کرده، مثلا 4 تا 5 شده حشر کرده میدوزیم، اینا رو تیار میکنیم بفته. بعد عروسا با گردناشون با می آویزد، من میخی کرده می آویزد، خوشرو کرده، من میخی خوشرو کرده می آویزد. این یک چند کس امی عقدی ماندگی این از همه دادا باباها آشه ها ماندگی این چیز همینا رو میکنیم. اگر به این عروسا ما گردنش باید هر یک کدومش هم خیلی شدنش در کنیم. با آدمایی که ما خوار عروس میکنیم دیگه دوتا خوار عروس میکنیم باید دوتا خوار عروس هم گردنش بیکتی قنجک شدنش در کنیم. مثال اینا مثال حاضر عروس با باید ما عروس با من این خیلی سرخاش اندازیم و عروسه سرخش عروس می اندازیم. من این زردشه خوار عروس دو تا یک خیلی زرد میشد، هر دو خوار عروس هم می اندازه. با من این جند حاضر میشد آچی عروس به سفیدش می اندازیم. ما همی خیلی کرده مثال همی خلق مچه همی عرف عادش پرتافتگی نه، همی عرف عادت هست ما هر وقت میکنیم. با منی کاکل پوپکا های منی خیلک هر خیلیش میکنیم اگه اینای پامیرم هم خیلک میکنن نه که این مایم میکند میخی. ما مقصد هر یک عروس من میخی سر توپ شده من خیلی کاکل پوپک انداخته خوش رو کرده این قنجکار یکتی گردناشو میاندازه. ما در نوروز باید همه کرتهای خوشروی نغز پوشیدن و مادر کار نه که البته جومی به قصب من جومی انون کس باشد من و آدم جومشون من جومی این خیلک حاضر اکو کار برونده. پیش وقت ما کار ساز میکردیم حاضر باید کار ساز باشیم این قدیم مایه اکو حاضر سر کردیم خدا خد اکو همه کار ساز میپوشد. ما همید بیجومه مثال در پرزنکا در یک عید شود اگر با بیجومه به رومال کلان نمیبراییم. ما عرف عادت مچایی همی خیله. بهار آمد به یک روزی بچین گلهای نورزی بی پشتاقی زردوزی بهار نو مبارک باد بهار نو مبارک باد. در ناحیه ظفرآباد نسبت به دیگر نواحی ولایت سوخت مردم بالا آب زرافشان بیشتر مهاجر شده آمدند. در این مکان نمایندگان دلخواه دهه ناحیه عینی را واخوردن ممکن است. این نوبت ما مهمان مردم اتاغر شدیم. از دوره قدیم الایام هنگام تویهای دامادی عروسی در بالا آب زرافشان گذشتگان ما هنگام تیار نمودن داماد به نزد عروس بردند از متریالی سفید ساله تیار کرده آن را یکی از پیران برنادل دهه می بستند و سرشان تیار می نمودند و آن را به سر داماد مانده و نزد عروس می بردند. در بالا آب زرافشان در دهه اتاغر این عنعنه را گذشتگان ما همیشه از بابای گذشتگانشان یعنی میراث گرفته بجا می آوردند. امروز که ما در ناحیه ظفرآباد آمدیم سالهای 1978 و این عنعنه گذشتگانمان را یعنی دوام داده استادیم. هنگام تویهای دامادی عروسی یعنی داماد را با همین سله سفید یعنی تیار نموده یعنی برای گذراندن توی دامادی عروسیشان یعنی به نزد خانه کلین گسیل می نماییم. یعنی این رمز است که رمز سفیدی این یک راه سفید خوشبختی و دل سفیدی با داماد در آینده باید یک همین حیات ساله این در سر بسته خود یک کوههای سفید بارید سر به فلک کشیده بارید به مراد مقصدش رسد راهی سفید. از خود برومدی هلالی دل من کج بستنی رومالت علابی دل من مرغک پست از فرازی مرغک پست سر کردنی مرغکش گلی صد برگست هر موقع که برخیزد یا
به دست آوردن استقلال دولتی محض طفل زحمت‌های خسته‌ناپذیری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محبوب کشور محترم امام رحمان، تمام آن رسم و آیین‌ها، تمام آن عنعنه‌های نیاگان ما دوباره احیا گردیدند و باید قید کرد که امروز نوروز تاجیکان را نه تنها در داخل کشور بلکه در سراسر جهان اعتراف کردند و محض با سیاست خردمندانه پیشوای محبوب کشور با پیشنهاد این ابرمرد دنیای سیاست امروز نوروز جهانی گردید و امروز نوروز را در سراسر جهان مردم با همچنین یک عید پاکی، عید تازگی، عید بخت اقبال میدانند، جشن میگیرند، اعتراف میکنند و امروز مردم سالبرند دهه اتاقر که در ناحیه ظفرآباد اقامت میکنند نیز در ردیف دیگر مردم کشور این جشن نیاگان را تجریج می نمایند و شما شاهد آن گردیدید که امروز مردم ما آن رسم آیین هایی که در گذشته باباهامان داشتند تا به امروز نگاه داشتند و ما جوانان از پدران باباهای خود رسم آیین های به مانند که در توی سرودن هر گونه سرودهای ملی به مانند پختن طعمهای ملی به مانند قندالات و دیگر و حتی امروز زنها نیز خواهران و بانوان نیز که تمام اون رسم و آیین هایی که در گذشته اجدادای ما داشتند نگاه داشته به جوانان آموخته ایستادند که این یک فعل نیک است و باید قید کرد که این همه دستاوردها این همون نیک و ابوالی مردم این همه تینجی محض در نتیجه سیاست خردمندانه پیشوای محبوب کشور محترم امام رحمان روی کار آمده است. یکی از عنعنه‌هایی که از زمان کهن در این مردم مانده است این آماده نمودن شیرینی ها می باشد. اگر در دیگر مکان ها این کار را زنان اجرا نمایند در اینجا مردها کمر می بندند و خندلات می ریزند. خندلات ریزی کاری است مشکل زیرا برای این کار بازوان پرقوه لازم است. ما حاضر اکنون خندلات می ریزیم. من این دیگ با پیوم تیار میکنیم شیرش با هم دور من آرد هست اینجا مغز شورمغز است فرق ندارد ولی مغز دانه کم میشه مغز دیگر وزن میشه برای همین پیش همین از عید نوروز ما همین خیلی تیار میکنیم باید تویا و تیار میکردیم در بالای خشلوخ‌های بالا بزرگشون با همین خیلی خشلوخ کزدون درد اتاقر شمتوش من همینجا با همین خیلی تویا و تیار میکردن خندالات من حاضر اکنون ما همین تیار کرده استودیم برای پیش وقت عید نوروز هست ما برای نوروز همین چیز تیار میکنیم بیا بسم الله الرحمن الرحیم کم کم آرد میزنیم برای که همین مغز به مغز نشسبت ما کم آرد میچسبونیم خودی همون قیام که سوزونه آرد بگمین خودش میپزد در این قیام کرد من اکنون همین خندالات ما تیار شد یک قیام با 7 کاسه شکر بریزیم 1 کاسه آب همین 7 کاسه شکر 1 کاسه آب 1 قیام میشه 1 قیام همین 1 کاسه مغز بر میشه چند تا در محطوط میشه؟ 7 همین چقدر میشه نکنم همین 7 کاسه شکر چند تا در خندالات میشه؟ همین یک تاقاده چقدر با 1 کاسه مغز بگیم جارتر همین 1 تاقاد خیلی پر میشه هنرهای زنانه نیز در این مکان سال تا سال رشد میکنند و بانوان کهنسال کوشش میکنند تا دخترانشان تمام کار خانه و هنرهای زنانه را توانسته باشند تا در زندگی آیندهشان مشکلی نکشند. در ناحیه ظفرآباد 40 سال پیش پدر و مادرم از قشلاق اتاقر ریان عینه و ناحیه ظفرآباد کوچیده آمدند
همین از مادرم میراث مهم و من همین جگبافه من کشیده دوزه من همچون مادرم یاد دادم و همین کلینای من این دخترها یاد دادم که من آینده خودشان را به همین وی کنند دو زنه زندگانشون پیش بره. رحمت به جناب عالی که همین مهم به همین خیلی برآورده کشیده دوزه من این جگبافه چکندوزه همینا یاد گرفته خلق زندگانی خودش پیش برده و من زنکا همه فابریکا و من همینجا رفته کار کرده هستیم. رحمت و جناب عالی خوراک دستنگی من از بیبی و آچه همه ما یاد گرفتگی من حاضر دختر مثال من دخترکا با یاد میتیم این چیزا مهان از چیزای دخابه ها میدوزیم من خیلی خوراکا میکنیم برای اینها ما برای رشته لازم میشد این چیزای دختر مهان و توی کنا میخرن مثلا کلی میکردگی ها میخرن دختر میبراردگی ها میخرن من در دولتی ازبکستان که همسرهدیم من خواست میگذرانن توی کنا و کنا بازارش با وای میکنیم میفروشیم ما تاقی های هم میدوزیم این تاقی ها یورمه میزنن بالا این مثلا سنگ ها میچسبانیم زیب میتیم اینا چارکنجش هم میشد چارکنجه مثلا تاقی های هم میکنیم برای این سنگ و ویشیفکایی و یا کتی زیب میتیم این تاقیه مثال دخترای ما من پوشیده نوروز و جشنهای نوروزی جشنهای مثال ایدای مثال 8 مارد همین ها با پوشیده استفاده میبرن. نوروزی دیار آمد پیغامی بهار آمد در موسم کار آمد نوروز مبارک باد نوروز نوروز مبارک باد هم زیبی چمن نوروز هم زیبی وطن نوروز در دشت و دمن نوروز مبارک باد نوروز مبارک باد. من از مادرم سپاسگزار هستم که این عنعنه‌های ملی رو به ما جوانان یعنی آموخته ایستادند و از همین طوری که از مادرم آموخته ایستادم بسیار چیزها رو آموختم مثلا همین کمزوری تنم رو هم خودم دوختم و کسی که بیاد هوس میکند من میخوام با زبان انگلیسی تبریکات کنم. First of all, I want to speak about myself. My name is Lucy Mo. I study at school number 5 and I am a student of Learning Center in Mamuz. And today we are celebrating Nowruz holiday and I congratulate all of population of our country with Nowruz Day and I wish all the best things in their life. Happy life, long life, healthy and successes in your life. Always be happy. Happy Nowruz Day. همه ساله بخشیده به عید نوروز بین المللی در ناحیه ظفرآباد در تمام جماعت‌های شهرک و دهات عید نوروز با عنعنه‌های نیک نوروزی و رسم و رسوم نیاگان تاجیک تجلیل کرده در تمام جماعت‌های شهرک و دهات بخشیده به عید نوروز بین المللی از قبیل چهاربینه ورزشی بازی‌های ملی ورزشی دایر و برگزار کرده می شود. ما جوانان نیز بهر در عمل تطبیق نمودن نوروز بین المللی همه ساله بخشیده به عید نوروز پیش از زنده شدن طبیعت همه جوانان را برای کارهای آبادانی و سبزابز و خرم گرداندن ناحیه عزیز ما سهم خود را گذاشته ایستادیم. من طول 2 سال است که در آزمون فروغ صبحی دانایی اشتراک می‌نمایم. این سال نیز تیاری خود را دایر به این آزمون دیدم و می‌خواهم که با این آزمون اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردم. نوروز به ما لطف خدا آوردی، هم رزق و روان و کشت و کار آوردی. از درگاه سلطان پیام آوردی، بر مردم درخت و سلام آوردی. هم تحفه خوب و نغز و هم قیمت جان هر چی که طلب کردیم همان آوردی. نوروز نوبهاران بر دوستان مبارک، جشن گل و محبت در بستان مبارک. نوروز نوجوان است، نوروز جاویدان است، از روزگاری دیرین زیباترین نشان است. هنرمندان قصی فرهنگ ناحیه نیز در نوبت خود چند ترانه تازه را به جشن نوروز آماده کرده بودند.
که ما آنها را برای بینندگان ثبت نمودیم. رسید
وطنی فیض و فر نم نمی باران رسید مجدد انجمن رحمت رحمان رسید رحمت رحمان ما بر همه خلقان رسید خالص برم به تو به بحر برم به تو خالص برم به تو به بحر برم به تو دنیا بس همی گور اندر نظرم به تو دنیا بس همی گور اندر نظرم به تو از بامو دری عمرم خورشید رو خد میتافت جزر نمی بالد از بامو درم به تو جزر نمی بالد از بامو درم به تو اهل دل بوده به درد سر بوده هم درد دلم به تو هم درد سرم به تو امیدی درازم نیست آن راز و نیازم نیست کوته سفرم به تو کوته نظرم به تو کوته سفرم به تو کوته نظرم به تو یک ریزه جان دارم بازا کی فدا سازم یک ریزه جان دارم بازا کی فدا سازم ورنه به هزاران غم جان می سپرم به تو می گذری یک روزه از کوچه دردی من از کوچه